سلام احترامات یک بار دیگر الله احمد زایی در خدمت هموطنان گرامی با بوج و کمپت خید و یا سلام هموطن. دوستان گرامی، درس امروزی ما درس 18 هم است درباره لبواسون که به انگلیسی برش درینک میگوید و همچنان how to order drinks in French و چه قسم شما میتونید که آردر بتین درینک و یا نوشابه به فرانسوی. درست است؟ دیگه دوستا اگر چینل نو هستین سابسکرایب کنین تا که درسای نو عقب نمانین و اگر درسای سابقه هستین همراه هموطنا شیر کنین تا که همگی مستفید شود. باز هم در ویدیو شما میبینین درسای ما شما در اینجا لبواسم رسیده و همه ادامه داره. بعضی دوستا خواهد گفت که بواسن چی جای استفاده میشه، چی به درد میخورد و یا خیر و غیره و غیره. درست است؟ دوستای گرامی، قسمی که با شما وعده کرده بودیم در نخست در ابتدای از کورس یک موضوعی بوده که مشکلات روزمره تانه به حل بسازین و دوم ای بوده که شما میتونین که از این درس ها به طور پروفشنال اگر بخواین میتونین که در آینده ترجمان شوین و یا در کدام بخش کار کنین و در پهلوی از او میتونین که از زندگی روزمره تان همه چیز استفاده کنین. درست است؟ بعد دوستا خود گفت خیلی واسه دیگه در کجا استفاده می شود. هر درسی که به شما داده شده دوستا در روزمره قابل استفاده است. یکی از استفاده هایش امروز به شما گرفته ایم که مثلا به شما اینجا نشان میدهیم. به طور مثال شما در سال در گذشته خواندین نه که یکی بوده که انگریدین. درست است؟ انگریدین البته این درس درباره که میوه ها و یا سبزیجات بود. نه انگریدین در اینجا قسمت ببینین دوستا، شما در زندگی روزمره تان هر چیزی که میخرین تمام از او انگریدین و یا ترکیبات دارد. به طور مثال شما نان میخرین، مثلا فخماش یا چیز میخرین یا بعض نوشابه ها میخرین و غیره و غیره. دوستای گرامی، البته تجربه شخصی بنده این است که در فرانسه حتی نان خشک است، نان خشک آنها نیز شراب و یا ونیگر داره و در صورت امکان کدام دوست ما کدام هموطن ما که بسیار رستریک است، بسیار البته از خدا ترس است، میتواند که از این چیزا جلوگیری کند تا که نشود که فامیل خود حرام تغذیه کند. درست است؟ پس به خاطر از بعضی چیزها را به شما ما میخواهیم که عملی در روی صفحه مجازی و یا بر روی چینل ما در بیاریم. یک از این موضوعات ببینین، این یک قسم البته در زندگی روزمره تا شما میبینین نانها را شما به مصرف میرسانین. کدام نانها که این رقم سلایس شدگی است دوستا در پشت از او شما این قسم انگریدینت حتما پیدا میکنین. درست است؟ شما کوشش کنید که انگریدین روزبره بخوانین، البته ترکیباتشه و دایی به شما پوره معلومات داده می شود که آیا چی وجود دارد و چی وجود ندارد. ببینید به طور مثال اینجا فقین بله گندم میگوید چقدر است؟ 67% است. آب است، تیل کوزیلا است، البته شرشم بوره است از نیشکر. ببینید ونیکر دی سیتر، اینی ونیکر البته یا چی را میگوید ونیگر در انگلیسی برش میگوید که ما و شما برش سرکه میگوییم. نه کدام سرکه ای که ما و شما در ملکای خارجی پیدا میکنیم 50%، 60%، 70% از او چی میباشد؟ الکل میباشد. الکل خودتان طور خلاصه و بهتر میفهمین که حرام است. درست است نه؟ پس به خاطر همین موضوع به شما این موضوع را برای صفحه براتون آوردیم تا که بفهمین و خدا نخواسته نشود که فامیلایتان تمام روز زحمت میکشین، عرق میریزانین، بعضی ها در بتیما کار میکنه، بعضی ها در رنگ کارهای شاقه کار میکنه و در آخر روز خدا نخواسته برین یک چیز حرام بخرین و سر اولاداتان بخورانین، خدا نخواسته کل فامیلتان حرام تغذیه کنین. درست است؟ به خاطر از این موضوع تنها نان نیست دوستا، همه چیز شما که میخرین پشتش بخوانین. در اونا یا ونیگر نوشته است یا وا بلانش نوشته است یا وا روژ، یا شراب سفید نوشته است یا شراب سرخ نوشته است یا ونیگر نوشته است. پس مهربانی کنین
همین چیزا را بخوانین اگر میخواین که فامیلتون حق حلال تغذیه کنین. و اگر در فکرتان نیست تولد به ارث ندارین، میتونین که همه قسم پیش برین دوستا. درست است دیگه. خدا کنه که بعضی هموطنای ما ایرا شخصی بر خود نگیرد و کوشش کنید که بخوانید درباره هر چیزه. درباره مثلا بعض چیز هاست که مثال گپ شما میتونین که در زندگی روزمره مثلا ببینین اینی چی است که خیش البته یک نوع غذای است که شما میتونید دلیدل پیدا کنید نه. به طور مثال بعضی اوقات در اینها یا واغوش یا وا بلانش میندازن. بخوانین اگر حلال بود بخرین بر اولادتان، اگر نبودک حرام بودک نخرین. درست است؟ پس به خاطر از نمی بر شما انقدین و یا امی کدام نوشابه ها و یا کدام موادی که شما روزمره استفاده میکنین و قابل استفاده تان است که امیره همیشه به شما ما روزمره براتون یاد میدیم. درسته دوستا؟ دیگه به خاطر از نمی موضوعات به شما همه چیز بر روی صفحه آورده میکنم. ببینین این یک نوع دیگر نان است. باز هم ببینین آرد گندم است، مثلا آب است، بعضی برگ هاست، بوره است، روغن است، کانولا، ونیکر. ببینین ونیکر، این ونیکر است دوستا. باز هم البته دیگه نوع نان بوده. درست است؟ ببینین پوشیدگی با دیگر فرق داره. پس به خاطر از این موضوع به شما میخوایم که بگوین. البته خود در فرانسه 3.5 سال زندگی کردیم. در تمام نانهای این قسم سلایس شدگی البته کدام نانا را میگد که توته می باشد به این قسم. درسته؟ به این قسم تیار جور کردگی توته در بین پلاستیکا می باشد. در بین این قسم پلاستیکا زیادتر از او را پشتش میخوندم و حرام می بود و خودم نمی خریدم. درست است؟ پس فرق میکنه. هر دوست ما که میخواد که فامیل خود و یا اولادای خود، میفهمم زیادتر افغان ها فعلا همراه اولادایش در اونجا زندگی میکنه و خدا نخواسته نشود که اما اولادتان از خورترکی حرام بخورن تا که کلان میشه. درست است؟ پس خیر به این موضوعات یکم توجه بتین. خیر وقتتان میگیره و کوشش کنین در پالی زبان هم یاد میگیرین. درست است؟ پس این مورد استفاده از این نوشابه ها بوده و در غیر از میتونید که در دیگه موضوعات نیز استفاده کنین. درست دوستای گرامی؟ دیگه این درس امروزی ما موضوع لبواسون یا درینک است که نوشابه ها رو ما شما تحت نظر میگیریم. بیاین که آغاز کنیم. بیاین دوستا، نخست list des boissons en français. List of drinks in French. لیست نوشیدنی ها به زبان فرانسوی. کنم دوستای ما که زبان پشتو گپ میزند لطفاً به چینل ما البته پلیلیست پشتو نیز موجود می باشد و دری نیز. هر کسی که دری میخواهد یاد بگیرد همین جای درست است. به طریق البته به زبان دری. اگر کسی میخواهد به زبان فرانسوی یاد بگیرد با اونجا لطفاً سر بزنید. درست است؟ خب بیاین که آغاز کنیم و هر چیزی که من میخوانم به شما یک بار دو بار تکرار میکنم تا که کدام دوستای ما میخواد که زبانش رو شود همراه ما تکرار کند. او 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 water آب. درست است؟ او پلا او پلا او پلا still water آب استاده. پس بعضی دوستا خواهد گفت که آب استاده و آب روانش چه قسم است. ببینین خود خارجی ها این قسم یک فرق پیدا کرده که زمانی که آب استاده مطلبشون این رقم آب است و آب که مثلا سپارکل میگشه و یا آب که مربوط مثلا چشمه میشود یا از یگان بله ما شما چشمه میگیم نه، از چشمه به دست میآید، او آب به این قسم می باشد. پس ایره او پلا میگوید. درست است؟ او مینرال او مینرال او مینرال مینرال واتر آب معدنی. ما شما آب معدنی میگفتیم نه در وطن ما قسم. او تونیک او تونیک او تونیک تونیک واتر آب تونیک. البته آب تونیک و خب آب بعدی که هست البته دوستا تونیک نه یک نوع آب است دوستا. خوب باید اگه میخواین که بفهمین که چه قسم بوتلاش است مهربانی کنین همین کپی کنین در گوگل پرتین براتون نشان میده که چه قسم آب است. او گازوز او گازوز
او gaseous soda water آب گازدار بعضی آب هاست که دوستا که مثل پیپسی واره گاز داره نه پس او gaseous میگه خب بوتی دی او بوتی دی او بوتی دی او bottle of water bottle of water بوتل آب او دو روبینه او دو روبینه او دو روبینه او دو روبینه tap water tap water آب نل کدام نله که روزمره شما کاسه شویی میکنین البته در کدام دستشویتون میباشه یا هر چیزی که میباشه اونم آب که از نل میاد او را آب چی میگه او دو روبینه روبینه مطلب امو نل میگوید یا امو شیردان نمیگوید verre d'eau verre d'eau verre d'eau glass of water درست است لیوان آب یا گیلاس آب البته لیوان به خاطر گرفتیم که اگر بعضی هموطنهای ما و شما در ایران کلان شده و در ایران زندگی کرده و آنها بسیاریشون مشکلات داره با گیلاس به خاطر از او یگان لغت ها را به خاطر از آن نیز استفاده کردیم درست است خب دوستای گرامی گیلاس البته این قسم گیلاس ها رو همیشه میگوید خو را به یاد داشته باشین این را وق میگوید این تمام گیلاس های شیشه ای را که به این قسم میبینین این تمامش وق است خب اگر هر زمانی که شما وق یادآوری میکنین پس باید در فکرتان بیارین که این قسم گیلاس وق میگوید خب اگر این داشته باشد این را وق نمیگوید خب درست شد او دی سوخس او دی سوخس او دی سوخس spring water spring water آب چشمه آب چشمه او aromatisé او aromatisé او aromatisé flavored water flavored water آب تمدار آب تمدار دوستا اگر دیده باشین بعض آب هاست که در بین از او یا طعم لیمو میندازن یا طعم نارنج میندازن یا کم مثلا شیرین میسازش و غیره و غیره درست است او aromatizé و یا flavored water میگه درست است برای از او یک طعم میدن درست است دوستا این لیست انواع آب ها بود که به شما تقدیم شد در این قسمت یا در این اسلاید شما میخوانین boisson gazeuse fluid ببخشید boisson gazeuse froid non alcoolisé comme le soda et le jus en français cold non-alcoholic soft drink like soda and juice in French نوشابه های غیر الکلی سرد مانند نوشابه ها و آب میوه ها به زبان فرانسویستگی باز هم دوستا طور معمول قسم که به شما همیشه بوده چوکات های البته ما قسم گرفته شده که پشتو دریز انگلیسی و فرانسوی است پس بیاین که آغاز کنیم جو د فروی ببینین جوس نمیگین جو د فروی جو د فروی اسش تلفظ نمیشه جو د فروی جو د فروی به انگلیسی برش چی میگه جوس آب میوه یا خود جوس هر چیزی که دلتان است سودا 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 به انگلیسی برش چی میگه سودا البته دی اینجا بسیار کم تلفظ می شود و در اینجا کمک کنه قوی تر سودا را ما شما نیست سودا میگیم که البته ما شما در بعضی جایها بسیار غریب مردم هستیم و هم کدام کسایی که بالای زبان کار میکند در وطن ما شما بسیار بیچاره پس مانده هستند خب جو د اورانج جو د اورانج جو d'orange جو d'orange orange juice orange juice آب پرتقال میگین یا آب نارنج میگین البته آب نارنج نیست آب مالته درست است citron pressé citron pressé citron pressé lemon juice آب لیمو درست است آب لیمو لیموناد به لیموناد به انگلیسی نیست لیموناد میگه خود دوستا این لیموناد هم یک نوع جوس لیمو است
درسته دوستای گرامی؟ لی 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 ملک ملک چی؟ شیر شیر. جو دی فروی جو دی فروی جو دی فروی فروت جوس آب میوه و یا جوس. درسته دوستا؟ جو دی لگیوم جو دی لگیوم جو دی لگیوم جو دی لگیوم. vegetable juice vegetable juice vegetable juice. ببین دوستای گرامی، در وطن ما و شما از ترکاری که از جوس جور نمیکنه، ولی در این وطن ها، در خصوصا در اروپا، در امریکا، در ملکای غربی، مردم از ترکاری نیز جوس میسازه. درست است؟ پس جوس ترکاری چی میگه؟ جو دی لگیوم. سیروپ 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 به انگلیسی برش چی میگه؟ سیروپ. شربت. درست است؟ البته این شربت شما برای هر نوع شربت استفاده میتونین که به طور مثال کدام دوستای ما شربت رو حفظا خورده باشد، برای از نیز استفاده میتونین. اگر کسی مریض باشه مثلا میره از دواخانه شربت خریداری میکند، به طور مثال شربت سلفه می باشد، شربت زکام می باشد و غیره و غیره، برای از نیز شما میتونین که شربت یا سیروپ استفاده کنین. درست است؟ خب کافه گلاسه کافه گلاسه کافه گلاسه آیس کافی آیس کافی قهوه یخ یا یخی. البته قهوه یخ دوستا قهوه است که قهوه جور میکنن، در بینش یخ میندازن و البته در امریکا بسیار مروج است دیگه. در اروپا البته ما خودم استفاده نکردیم، امکان داره که زیاد باشه. درسته دوستای گرامی؟ بریم به اسلاید بعدی. خب boisson chaud en français boisson chaud en français hot drinks in French hot drinks in French نوشیدنی های گرم به زبان فرانسوی. حال کدام نوشیدنی یا کدام نوشابه‌جات که شما گرم می نوشین در اینجا می بینین. که اول چی هست؟ کافه 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 به انگلیسی برش چی میگه؟ کافی. ما شما قهوه میگیم نه؟ قهوه. بعدن تیز ته 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 به انگلیسی چی میگیش؟ تی. چای. درست است؟ چای یک اسم عام است برای چای. درست است؟ باز اگر میخواین که مشخص بسازین که چای سبز، چای سیاه، او در ادامه است. مثلا میگین ته وغ ته وغ ته وغ گرین تی گرین تی چای سبز. درست است؟ به قسم که ته بانایش چای است، وغ بانایش سبز، یعنی چای سبز. درست شد؟ اگر بگوین که چای سیاه ته نواغ ته نواغ ته چای میگه، نواغ سیاه را میگوید، یعنی چای سیاه که به انگلیسی برش هم نیز بلک تی میگوید، چای سیاه به قسم. خب بعدن که است شکلا شو شکلا شو شکلا شو هات چاکلیت هات چاکلیت شکلات داغ یا چاکلیت گرم. البته دوستا این چه قسم نوشابه است؟ این نوشابه است که شما اگر در کافی شاپ ها بروین در اونجا میبینین، شما میتونین که از اونها شکلات بخواین. این نیز به شما یک قسم البته مثل کافی واره در گلاس تهیه میگردد که شیرین میباشد. درست است؟ دیگه باقی موندهش باز خودتان میتونین که برین یک روز آردر بتین و نوش جان کنین. بعدی که هست همراه شما چای لاتی است. چای لاتی چای لاتی. این چای لاتی به انگلیسی نیز گفته می شود. این البته ما برش کام نام نیافتیم. چای لاتی یا لاته این قسم است دوستا که اینجا به شما یک عکس گرفتیم. ببینین مثلا به شما ببینین انواع چی گذاشته، انواع کدام البته دلتان یونانی میگین، دلتان بوته میگوید. درست است؟ اونها رو میگیره میده میکنن و در داخل شیر میندازن
البته خصوصا چای لاتی مربوط مردم هندوستان میشه. خب آنها می سازد و به مردم همقدر ایره مشهور ساخته. بعدن که از همراه ما شما کدام است او چی است؟ کپچینو، 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 کپچینو. به انگلیسی نیز برش کپچینو میگوید که کاپچینو ما نیز برش کپچینو نوشته کردیم. این یک نوع کافی است دوستای گرامی. درست است؟ کاپچینو. اگر میخواین که باز عملی کنین، البته دوستا کدام لیست که با شما معرفی میکنم کل از یا لیست است که همه شلال است، میتونین که شما در کافی شاپا یا مثلا در مکدونالد در جایا فرمایش بدین و از این کافی مستفید شوین. درست است؟ دیگه که است اکسپرسو، اکسپرسو، اکسپرسو که به انگلیسیش چی میگه؟ اکسپرسو. این اکسپرسو که است دوستا نیز یک نوع کافی است که شما میتونین که نوش جان کنین. بعدن که است کافه فیلتره، کافه فیلتره، کافه فیلتره، دریپ کافی. درست است؟ قهوه قطره‌ای یا قهوه قطره. دوستا البته این کدام نمیدونم که چه قسم کدام طریقه خاص مخصوص داره که قهوه را براتان فیلتر میکند و بر شما تقدیم میکنه. خب بعدا اسم که همراه ما شما اینجا موجود است و یا نوع چیز نوشیدنی گرم که اینجا موجود است او تیسن، تیسن یا انفیوزیون، انفیزیون، انفیزیون. هربل تیستک، چای گیاهی. چای گیاهی مثلا خودتان بهتر میدارین که از گیاه ها به دست میاره که مثلا گل بابونه است که گل انواع گل ها را میگیرن مردم و چای جور میکنن. درست است؟ کافه اوله، کافه اوله، کافه اوله، کافی ویت ملک، قهوه با شیر، قهوه با شیر. کافه لون، کافه لون، کافه لون، لانگ کافی. این هم یک نوع کافی است دوستا که خودتان میتونین باز یک روز بخیر برین عملی کنین و نامش یاد داشته باشین و باقی مانده یک بار تجربهش کنین. خلاصه دیگه دوستای گرامی ای بود لیست نوشابه های گرم. درست شد؟ بیا که بریم به اسلاید بعدی. عزیزان گرامی باز اینجا ببینین کوکتل ای بواسون الکلیزی مکس ان فرانسه. کوکتل and mixed alcohol drink in French. درست است که ترجمهش نوشته شده کوکتل و نوشیدنی های الکلی مخلوط به زبان فرانسوی. حالا دوستای گرامی او نوشابه هایی که الکل داره و مکس است که الکل ده و مردم استفاده میکند و اینجاست. البته قسمی که قبلا به شما دمو کدام انگریدین و یا دمو کدام ترکیب البته نان به شما نشان دادم که شما میتونید که در بعضی چیزها تمام روزمره که شما فعل کورس و یا شاپینگ میکنین برای خانه، به طور مثال شما نان خریداری میکنین، مثلا پنیر خریداری میکنین، مثلا نوشابه ها خریداری میکنین، به طور مثال بسیار چیزهای دیگه است که شما خریداری میکنین. یک بار امو ترکیبش بخونین. اگر از این چیزها کنم چیز پیدا نکردین شما میتونین نوش جان کنین، بخرین به فامیلتان به خودتان. اگر پیدا کردین باز هم مربوط خودتان میشه که چقدر شما میتونین مثلا خدا کنه که ما را غلط در نکنین، حرام میخورین نمیخورین، مربوط خودتان میشه. درست است؟ به این قسم خود است. ببینین اول آغاز میکنیم از اسم اول که او چی است؟ و بلانش، و بلانش، و بلانش، و بلانش. white wine، white wine. شراب سفید، شراب سفید. شامپاین، شامپاین، شامپاین. شامپاین البته شامپاین به انگلیسی نیز است که یک نوع شراب است. بعدنش و روژ، و روژ، و روژ. red wine، red wine. شراب سرخ. روزه، روزه، روزه. روزی ای هم گل سرخ البته گرفته شده، البته روز و یا روز گل سرخ میگوید
ولی این یک نوع شراب است دوستا. خب un verre de vin un verre de vin un verre de vin درست است. a glass of wine a glass of wine یک گلاس شراب یک گلاس شراب. vin chaud vin chaud vin chaud mulled wine mulled wine شراب مولد یا شراب معلول. البته به معنای ازی است که مکس می باشه. درست است؟ او که چی مکس می باشه که اون خود کسایی که می سازد آنها می فهمند. درست است؟ خب دوستای گرامی بعدی که است و پتیان و پتیان و پتیان و موسی یا و موسو و موسو sparkling wine این شراب گازدار است دوستا. شراب گازدار مطلبش این است که شراب است که در او گاز می باشه، مثل پیپسی یا مثل کولا گاز داشته می باشه. اون بوتهی دیوا اون بوتهی دیوا اون بوتهی دیوا a bottle of wine یک بوتل شراب یک بوتل شراب. تیغور دلتان تیغور میگن تیغو 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 ترور ترور یا ترور دوستا یک نوع شراب است که نامش نیز به شما همون چیز نوشته کردیم که به معنای ازی است که دوستا که همون کدام یک اسم مشخص است گرفته شده و شما اگه میخواین که ببینین که چه قسم است نامش بگیرین در گوگل پست کنین بوتلایش میبینین. اکورد 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 پیرینگ این نیز شراب آکورد است و یا شراب است که نامش اکورد است. درست شد دوستا؟ خب و آخری همراه ما شما که است کوچی است و بیولوژیک و بیولوژیک و بیولوژیک و بیولوژیک organic wine organic wine شراب ارگانیک یا شراب عضوی. درست است دوستا؟ به قسم دیگه این سلاید ما در اینجا به آخر می رسد. از او به بعد verb lié à la boisson verb lié à la boisson drink related verbs. خب این افعال که مربوط به نوشیدنی ها می شود او افعال است. مثلا boire 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 به معنای چی؟ to drink نوشیدن نوشیدن. درست است؟ ما البته به شما boire کانجیگیشن شده در سایه گذشته بر شما تقدیم کردیم. اگر میخواین که باز هم یک بار تکرار شود لطف کنین در سایه گذشته برین میتونین که از آنها مستفید شوین. پس بازم به شما به طور خلاصه بگویم مثلا بگوین که میخوایم بنویسیم مثلا من می نوشم je bois de l'alcool je ne bois pas d'alcool من الکل نمی نوشم. درست است؟ بعدی که است همراه شما avoir soif avoir soif avoir soif to be thirsty تشنه بودن تشنه بودن یا کسی تشنه است. درست است؟ البته avoir از avoir همراه soif استفاده می شود. به طور مثال شما قسم جمله جور میکنین j'ai soif j'ai soif tu soif یعنی تو تشنه هستی من تشنه هستم به این قسم. درست است؟ بعدی که است être potable être potable être potable. دوستای گرامی potable مطلبش این است که آیا آشامیدنی است یا نه که به انگلیسی برش چی میگه to be portable. درست است؟ portable قابل شرب بودن قابل نوش کردن. درست است دوستای گرامی؟ پس این potable مطلبش این است که اگر به طور مثال شما یک جای میروین به یک پانتون درس میخوانین در یک گرگ میباشین در یک جای مثلا نل آب است و شما میبینین به بالای از یک لیبل لگیده که پوتابل. اگر شما امی
درس تکرار کرده باشین، همین لغت پوتابل زفت کرده باشین و بفهمین. پس وقتی که پوتابل دیدین به معنای ازی است که همین آب آشامیدنی است که میتونین بنوشین، نوشیجان کنین. آسان، درست است؟ وقتی که اگر شما همین لغت نفهمین، شما میتونین که سوال کنین از مردم. درست است؟ اسکا دلوی پوتابل، آیا آب نوشیدنی است؟ اگر نوشیدنی باشه میگه تانه یس، وی. اگر نباشه میگه نو. درست است؟ پس پوتابل به معنای ازی که آیا نوشیدنی است و یا خیر. به معنای ازی است دوستا که اگر کدام نل آبش پاک باشد، قابل نوشیدن باشد، پوتابل است. اگر قابلش نوشیدنی نباشد، او پوتابل نیست. به طور خلاصه. لغت بعدی که است اتر ایوغه. اتر ایوغه. اتر ایوغه. To be drunk. درانک به معنای چی؟ مست بودن. البته دوستای گرامی، وقتی کسایی که درانک میکنن اونها یک بار باز مست میشون. البته مست بودن به معنای ازی است دیگه، کار دیوانگی میکنن باز دیگه، هم خود بیاب میکنن هم مردمه. درست است؟ پس باقی مونده شده دیگه خودتان میفهمین. پس اونمو حالت نشه را چی میگه؟ اتر ایوغه. بعدی که است اتر پومپت. اتر پومپت. اتر پومپت یا اتر ایمیشه. اتر ایمیشه. To be tipsy. ببخشید. To be tipsy. کمی مست. درست است؟ اما مست است. درسته. وقتی که شما می نوشین خامخا مست میشوین. درست است؟ و در آخر که شما دارین چی است؟ سیغوته. 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 To sip. مزمزه کردن. درست است؟ یعنی یک چیز را مزهش چشیدن. درست است؟ به طور مثال شما گلاس نوشابه را میگیرین، مزهش میچشین. یعنی میره مزمزه میگن. درست است؟ به قسم. میریم به اسلاید بعدی. خب vocabulaire important lié aux boissons. Important drink related vocabularies یا vocab. لغات مهم مرتبط با نوشیدنی. حالا کدام لغات ها که شما ببینین همش مربوط به نوشیدنی ها می شود. یا بعضی چیزها یا بعضی ظرف ها یا گلاس هاست و یا و غیره و غیره. بیاین که بخوانیم. تاس. 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 به انگلیسی چی میگیش؟ کپ. البته جام، ما شما البته کدام نام خاص برش نداشتم. به او خاطر بر شما چی نوشته کردیم؟ جام. البته جام نیست، اما کدام گلاسک های خرد خورده که پیاله برش میگین، چی میگین؟ و دسته داره، خردترک خردترک می باشد و به طور خلاصه براتون بگویم که تزیرش نال بکیگک می داشته باشن. بسیار مردمای هم ترکی بیخی دیگه گفته یگان دا کلاس بالا کلاس بالا کلاس بالای ما شما. البته دا او چای میندازه و دزیرش قابکش میگیره، باز قرا قرا یک شپ شپ خرد خرد میخوره از پیش زو. اون امور چی میگه؟ او را تاس میگه. خدا کنه که فهمیده باشین. البته معذرت میخوایم دوستا. خدا کنه که کس شخصی نگیرد بعضی چیزها رو که بر شما تشریح میکنیم. لغت بعدی که است مگ است. مگ. مگ. مگ به انگلیسی برش نیز مگ میگوید که پیاله گلی را میگوید. پیاله گلی البته کدام گلاس های کلان کلان گلی است که بعضی ها در بیرش کافی میخوره، بعضی ها چای میخوره. مربوط به هر کسی میشه که چقدر استفادهش میکند. لغت بعدی که امروز ما شما از وغ است. وغ. 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 گلاس میگشه که گلاس شیشه ای است دوستا. البته اینجا شیشه نوشته شده خیره. وغ البته چی رو میگه؟ گلاس شیشه ای رو میگوید. او گلاسی هست که شما میتونین که در او مثلا چی نوشیجان کنین؟ یا جوس نوشیجان کنین و یا تنها آب نوشیجان کنین. که به طور معمول گلاس وغ که هست دسته ندارد. خب وغ اوا. وغ اوا. وغ اوا. واین گلاس. این گلاس و یا لیوان شراب است. درست است؟ لیوان البته فارسی زبان ها میگوید، کسی که در ایران کلان شده به خاطر از او لیوان نوشته کردیم. گلاس ما شما میگویم نه. گلاس شراب. فلوت ا شامپاین. فلوت ا شامپاین. فلوت ا شامپاین. شامپاین گلاس. این گلاس شامپاین است دوستان. خب گوبله انتی فویت. گوبله انتی فویت. گوبله انتی فویت.
گوبلی انتفاعی دوستا سپی کپ، یعنی در بین قوس گرفته شکرز. این گلاس های یک بار مصرف است به بچه ها یا به طفل ها. درست است؟ به طور خلاصه براتون بگویم که گوبله تمام او گلاس ها را میگوید که یک بار مصرف می شود و او سین میفته. درست است دوستا؟ برای زود در زبان فرانسوی گوبله گفته می شود. درست شد؟ گوبله آن پلاستیک، گوبله آن پلاستیک، گوبله آن پلاستیک، پلاستیک کپ، گلاس پلاستیکی. باز هم همون گلاس های یک بار مصرف پلاستیکی است. تاس ژوتابل، تاس ژوتابل، تاس ژوتابل، disposable cup. این گلاس های یک بار مصرف است. درست شد؟ خب پیه، 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 straw. این نی، بعضی ها نی برش میگوید، بعضی ها پایپ برش میگوید. درست است نه؟ اما یگان تا میگه که پایپک جوس، و نمو پایپک جوس دلتان میگین، پایپک مثال گپ شما آیس کافی که تشنوش جان میکنید و یا غیره و غیره، و نمو را پی میگوید. درست شد؟ خب البته یک لغت اینجا اومده که سانته، که چیرز به معنای سلامتی یا به سلامتی. البته این مربوط به درینکرهای ما و شما می شود. avec des glaçons، avec des glaçons، avec des glaçons with ice، با یخ. گلاسون دوستا یخ میگوید، همراه یخ. سن گلاسون، سن گلاسون، سن گلاسون without ice، بدون یخ. بوتی، 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 بوتل، بوتل بوتل است دوستا. پیش، پیش، یا کغف، کغف، پیچر یا جک. ای بعضی ها برش کوزه میگوید، بعضی ها برش جک میگوید. البته به طور خلاصه براتون بگم همین جک آب خودی را بر شما چی میگوید؟ پیش و یا کغف. و کدام لغت بعدی که ما شما داریم او کنه، کنت، کنت، کنت. به انگلیسی برش چی میگه؟ کن، کن، پپسی کن یا و غیره و غیره. دوستان گرامی، البته کن ما شما به تمام قوطی هایی که مانند قوطی پیپسی می باشد بر از اونها کن استفاده میتونین. مثلا کنت دی مونستر، یعنی کنت و یا اما کدام کن مونستر، یا کنت دی پیپسی، کنت دی کولا و غیره و غیره. درست است؟ به این قسم. بعدن که استک اکو، اکو پی خوانده نمیشه، اکو، اکو، اشات. این یک شات. البته دوستای گرامی معذرت میخوایم دیگه، این کو زیادتر به کدام درینکرهای حرفه‌ای ما شما استفاده می شود زمانی که آنها درینک می کند. هم کدام گیلاسی که مثلا یک بار چقدر به مصرف میرسه و میندازن و یک بار مثلا نمور درینک میکنن و تیرش میکنن، اون نمور چی میگن؟ اون نمور یک شات میگن. درست است؟ یعنی هم یک بار که اون گیلاس بالا میکنه اون نمور یک شات یا تعریف میکنن. خب rafraîchissement، 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 refreshment، تازه سازی، تازه سازی. البته تازه سازی اینجا مربوط از این می شود که باز هم چه قسم هموطنهای ما، یا البته با معذرت هموطنهای ما کسایی که مثلا درینکر هست که کسایی نیست که شکر خداست که نیست، اونها چه قسم هم دوباره هم شارتای خود تازه می سازه. درست است؟ یعنی باز دوباره پر میکنه و کار خودشون است. خب و لغت آخری که ما شما در اسلاید داریم او چی است؟ گازو، گازو، گازو یا گازوز، گازوز، گازوز. carbonated، carbonated، گازدار. البته چرا کاربونیت میگه دوستای گرامی؟ کاربونیت به معنی ازی است که یک نوع و یا یک طریقه کدام هموطنهای ما که مثلا کیمیا را خواندن درسش درست میفهمند که یک طریقه است که آنها کاربون علاوه میکنه با هر رقم نوشابه که باشد، با آب باشد و یا با کدام جوز باشد و یا هر چیز باشد، او گازدار میشود و بعدا او مانند پپسی گاز پیدا میکند. درست شد؟ به قسم دیگه
در سلاید بعدی یک چند تا که اضافه مانده بوده آنها اینجاست. ببینین باغ، باغ، باغ. به انگلیسی برش بار میگوید و ما شما نیز بار نوشته میکنیم. البته من اسم خاص برش پیدا نتونستم که به شما بنویسم. دیگه بار خو میفهمیم جایی است که شراب سودا میشود. سالون دیته، سالون دیته، سالون دیته. تی هاوس، تی هاوس یعنی چایخانه. چایخانه مثلا که ما شما داشتیم که لافوکا میشته که البته ما قسم چایخانه. و اگر بگوین که سالون غذاخوری، سالون اموژه، سالون اموژه. سالون خود سالون است، اموژه به خاطر خوراک یعنی. خب بواسون سانز الکل، بواسون سانز الکل، بواسون سانز الکل. ورژن درینک، نوشیدنی بدون الکل. درست شد دوستای گرامی؟ پس تا این قسمت کدام لغت را که ما شما خواندیم همش به اتمام رسید. حالا ما شما یک چند لغت اینجا میخوایم، البته لغت نیست، چند جمله براتون ساختیم که چه قسم شما میتونین در هتل هستین، مثلا در یگان بازار هستین و همراه دوستتان هستین، در یک جای مثلا نوشیدنی شما آردر میتین، چه قسم آردر کنین. درست است؟ به قسم. البته با معذرت بالا هزی پشتو نوشته شده، خب خیره. خب معذرت میخوایم، البته از ما هم یگان وقت اشتباهات میشود. البته ایش فرانسوی است که انگلیسی، پشتو در اینجاست و دری در اینجا. خب je voudrais une bière s'il vous plaît. Je voudrais une bière s'il vous plaît. Je voudrais une bière s'il vous plaît. که البته یک بار براتون تمام فرانسویش میخوانم، باز انگلیسیشه و دریش در اینجا نوشته شده به شما. درست است؟ خب je voudrais une bière s'il vous plaît. آیا میتوانم که یک بیر بگیرم لطفا؟ pourrais-je avoir un verre d'eau s'il vous plaît. لطفا میتوانم که یک گلاس آب بگیرم؟ اون carafe d'eau s'il vous plaît. یک جک آب لطفا. un orange pressé یا un jus d'orange frais s'il vous plaît. درست است؟ میگن یک جوس نارنج و یا یک جوس نارنج یا جوس تازه نارنج لطفا. ها un café noir s'il vous plaît. un café noir s'il vous plaît. ببینین نوار سیاه را میگوید، کافه خود کافه است. یا کافی سیاه لطفا. un café au lait s'il vous plaît. un café au lait s'il vous plaît. یک کافی شیردار لطفا. un verre de vin rouge s'il vous plaît. un verre de vin rouge s'il vous plaît. یک گلاس شراب سرخ لطفا. به انگلیسیش به شما گفته شده که I would like a beer please. Can I have a glass of water please. a carafe of water please. a squeeze orange juice please. a black coffee please. a coffee with milk please. a glass of red wine please. میتونید دریش در اینجا خودتون بخونین. من یک آب جو میخوایم لطفا. آیا میتونم یک گلاس یا یک لیوان آب بخورم لطفا. یک جک آب لطفا. لطفا آب برتقال فشرده یا مالته فشرده. یک قهوه سیاه لطفا. لطفا یک قهوه با شیر. لطفا یک گلاس شراب قرمز یا شراب سرخ یا لطفا یک لیوان شراب سرخ. درست دوستای گرامی؟ پس فکر میکنم که بله اینجا درس ما شما به اتمام رسید. باز هم طور معمول دوستای گرامی اینجا به شما نوشته شده که همیشه شما هر درس را که میخوانین میتونین که نوتش به فرمت PDF در دسکریپشن ویدیو به دست بیارین. کلیک کنین بالایش، دانلود کنین، میتونین پرینت کنین، میتونین که در کامپیوتر خود سیف یا در موبایل خود سیف کنین و هر زمانی که میخواین پرکتیس کنین. دیگه دوستا اینجا درس ما شما به پایان میرسد. شما را به خداوند یکتا مهربان میسپاریم تا درس بعدی را. خدا حافظ و نگهدارتان. خدا حافظ.